تعریف İzzet Günay از Kıvanç Tatlıtuğ. İzzet Günay در مصاحبه‌ای گفت بازیگرای نسل جدیدی رو دنبال میکنم. یه سریاشونو میپسندم. واقعا بازیهای خوبی دارن. مخصوصا کıvanç که یکی دونمونه. کıvanç Tatlıtuğ بازیگر با استعدادیه. مثل یک آرتیست واقعیه. کıvançو خیلی دوست دارم و بازیش قابل تحسینه. وسط البته همه بازیگرها استایل خاص خودشونو دارن. حادثه بازم توجه همه رو به خودش جلب کرد. چند روز دیگه سریال اساس اولان با بازی حادثه اکرام میشه. در این باره حادثه به همراه همبازیش سدا باکان به کانال یوتیوب روزنامه‌ای دعوت میشه. در این مصاحبه حادثه گفت من برای رنگ کردن موهام به بلژیک سفر میکنم چون از 17 سالگی دوست صمیمیم موهامو رنگ میکنم. به جز اون به کسی نمیدم موهامو رنگ بکنه. حتی اگه اون ور دنیام بره باز میرم پیداش میکنم و موهامو رنگ میکنم. شما برای رنگ کردن موهاتون تا کجا میریم؟ اختلاف سنی هانده آتایزی با دوست پسرش دوباره خبرساز شد. هانده آتایزی با فاتیح پکین در سال 2004 با هم ازدواج میکنه و متاسفانه این ازدواج کلا 24 ساعت طول میکشه و بعد از 24 ساعت تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن. در سال 2012 با بنجامین ازدواج میکنه و سال 2018 از هم جدا میشن. هانده چند وقت پیش به برنامه دعوت میشه و توی صحبتاش از حال روحیش میگه. بعد از جداییم دچار افسردگی شده بودم تا اینکه با دینچ آشنا شدم. هانده آتایزی سال 2019 با دینچ آیدوان آشنا میشه و 5 سال هستش که رابطه عاشقانه خیلی خوبی دارن. در ادامه برنامه از دینچ میگه خیلی خوشحالم که دینچ ازم 20 سال کوچیک‌تره و خیلی برام دلچسب شنیدن رویاها و اهداف زندگیش. ولی فکر کنید این برعکس میشد و 20 سال از من بزرگتر بود و یک تاجر موفق بود، باید با ناز و کرشمش بازی میکردم.